داشتن تلفن دستی و ماشین خارجی درست است؟ کدام برادری البته همون تلفن ما را دیده است، همین سوال کرده است که برای داملا تلفن دستی و های ماشین خارجیش که نیست، ماشین خارجی داشتن درست است یا نه؟ پیغمبر خدا میگوید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم احسنوا لباسکم و اصلحوا رحالکم. پیغمبر خدا میگوید اگر در شما شرایط نو کردن لباس باشد، لباس هاتون نو کنید. اگر در شما شرایط نو کردن چیزهای سواره باشد، چیزهای سوارتون رنگ و برنگ کنید. این حدیث پیغمبر خداست. از این خاطر معنای او را ندارد که وقتی که آدم ملا شد باید که از تمام این تلفن و ماشین و لباس زیبا محروم باشد. نه، بلکه این عام، این خاص برای همه ما و شماست که کدام ما و شما اگر ذره شرایط لباسی نو کردن داریم یا مثال خریدن یگان سواره داشته باشیم، باید که سواره نو هم خریم، لباسی نو هم بپوشیم. اینا یگان جای عیب و جای گناهش نیست. برای همین این عقیده ای که باید که مثال داملا از اینها محروم باشد، اینا عقیده های غلط هستند. اگر مثال برای داملا که جایز نباشد، برای شما هم جایز نیست. داملا مثال خاصه یگان جنسش از یگان آتش و از یگان مثال بگیم از یگان ماده دیگر نیست، این هم انسان هستند. برای همین آن چیزهایی که در دورهای پیغمبر بودن، اونها را در این زمانه ما و شما استفاده کردن ندارد، شرایطش نیست، معنی ندارد. در دورهای پیغمبر خدا میگوید یعنی چنان شخصانی بودن که همین پوستک هایی که ما و شما در زیر پا میپرتویم همین ها لباسشان بود. یعنی کدام شما همون پوشیده میتوانید؟ نمیتوانید. در دوره حتی پیغمبر خدا اسب داشتن. همون روز بهترین چیزی سواره اسب بود. پیغمبر خدا اسب داشتن، اسب سوار میشیدن. اگر من فکر میکنم که همین ماشین های بهترینی که الحال هست همینا در زمانهای پیغمبر میشد، هر آینه پیغمبر در همینا سوار میشد، این گناهی نیست. پیغمبر خدا وقتی که اگر در یک ماشین بهترین بنشیند، این جای گناهش نیست. یا ما و شما بهترین لباس بپوشیم، فقط بهترین لباس پوشیدن و تلفن داشتن و ماشین داشتن سبب تکبری و مغروری ما و شما نشود. من ماشین دارم، من تلفن دارم گفته و بعد سر بلند کنیم و دیگر یگان آدم سلام هم ندهیم و پروای هیچ کس نکنیم، اینش در نزد خداوند خوب نیست. بازم اینقدر نعمت‌های داشته باید که باز چی باشیم؟ آدمی عادی باشیم، خاکسار باشیم، با همه معامله خوب داشته باشیم. السلام علیکم. داملای شیرین سخن. در محله ما یک ملا امام بود. او به ما فهمانده بود که نماز را قضا خواندن گناهگار است. البته در مذهب ابو حنیفه خواندن نماز قضا این واجب است. در ما و شما اگر نمازهای قضا باشد، یعنی نمازهای قضا داریم، ما به هیچ ملا کار نداریم. کدام ملا قضا را این کار میکند، فرض را این کار میکند، ما به هیچ کس کاری نداریم. لیکن کدام شما اگر میخواهیم که مسئله اصل ابو حنیفه را به شما آگاه کنند، مرحمت به ما مراجعت کنید. زیرا الحمدلله امروز در نزد ما تمام آن فقه حنفی که عبارت سر به سر آیت قرآن و احادیث های پیغمبر است موجود است. میتونین که مثال مراجعت کنید. نماز قضا را اگر شما نخوانید، شما در نزد خدا گناهگار هستید. نمازهای قضا تان بخوانید. عبادت است. عبادت کردن چی جای گناهگاری دارد؟ حالا که پیغمبر خدا را جنگ خندق اگر امام الله میدانست، 4 نماز پیغمبر خدا قضا کردن. یکی نماز عصر بود، نماز شام بود، نماز خفتن بود، ویتر بود. لیکن چیکار کردن؟ این حدیث پیغمبر خداست که راویش ابن مسعود است. کان نصف اللیل، ابن مسعود میگوید نیم شب شد،
فقام رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر از جای خود خیستند. فبدأ بالظهر فصلاها ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. پیغمبر خدا خیستند و اولا از نماز پیشین سر کردند. نماز پیشین خواندند، نماز عصر خواندند، نماز خفتن شام خفتن خواندند، بعدا نماز ویتر خواندند. اگر لازم کی نمیشد نماز قضا میگفتن خیر تمام خدا بخشیدش. یا در لیلة التعریس هم پیغمبر خدا نماز بامداد با همراهی هم سنت و هم فرضش خواندند. برای همین کدام یک شما اگر نمازهای قضا داشته باشین نمازهای قضا را بخوانید و میدی فتوا هیچ کس نشین. السلام علیکم داملای عزیز، سوال در نمازهای وقتی بعد از سوره فاتحه 2 یا 3 یا از این زیاده سوره بخوانی نماز درست می شود؟ اگر در یک رکعت نماز چنین بخوانی، مثال در رکعت فرض یا سنت نماز بامداد بعد سوره فاتحه سوره کوثر، کافرون، نصر و اخلاص و مانند اینها خوانده شود، درست است؟ گناهگارم دعا کنید. یعنی مقصد این برادر این است که مثال ما و شما الحال نماز جمعه میخوانیم 2 رکعت، بعد سوره فاتحه را خواندن شما میتونین که سوره فیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل خواندین، با همین سجده کنین نمازتون درست میشود. یعنی با یک زمی سوره هم نماز درست میشود. لیکن اگر شما خواهشتون باشد بعد سوره نصر مثال سوره قریش لإیلاف قریشین میاد این را ضم کنین، بعد سوره ماعون میاد ارایت الذی یکذب بالدین این را ضم کنین. یعنی میتونین در یک رکعت 4-5 سوره را بعد سوره فاتحه بخونین. این با که نداره، زلال نداره. اگر شما به شرطی که تنها گذار باشین و وزنینی به قوم نیاید، زیرا پیغمبر خدا میگه اذا اما احدکم الناس فلیخفف، وقتی که شما ملا شدین پیشوای مردم شدین نماز مردم خواندنی که شدین فلیخفف نماز سبک بخونید. فإن فیهم الصغیر والکبیر والضعیف وذا الحاجه، زیرا اینه که در این جمعیت شما موسفیداست گفت پیغمبر، کسلی هاست، آدم های سراستیمه هستند، صاحب حاجت ها هستند، از این خاطر نماز سبک بخونید. یکی تنها گذار باشی مرحمت کدام چند سوره را که از پس فاتحه میخونی این حقی توست. السلام علیکم داملای شیرین سخن، از شما احترامانه خواهش میکنم که به سوال من جواب درست دهید. اگر نماز پیشین قضا شود بعد از نماز عصر و پیش از نماز شام خواندنش درست است یا نه؟ التماس جواب درست دهید. یعنی بین عصر و شام فقط خواندن تحیه مسجد که اینا در نافله میدراین، خواندن شکر وضو، خواندن 2 رکعت برای ارواحها، اینها بین عصر و شام جایز نیست، مکروه هستند. لیکن در شرح الوقایه شرح مختصر چی میگوید؟ جایز است نماز قضایی را خواندن. نماز قضایی این حکم واجب دارد. برای همین بین عصر و شام شما میتونید که نمازهای قضایی تون بخونید، چی همروزه باشد چی پیشینش باشد، با که ندارد. السلام علیکم ناملای شیرین سخن، توی کردن ثواب است یا مولود؟ بعضا آدمان میگویند که مولود درست نیست. با سوال من جواب گردانید. معرکه کدامش که خالی از منکرات شرعی باشد همونش درست. مولود نادرست گفتگی آدم البته ناحق است، خودش نادرست است. در رسول اکرم میگوید حدیث های مبارک در کدام اسلام بهتر است ای پیغمبری خدا؟ کدام اسلام بهترین اسلام است؟ پیغمبر چی گفتند؟ افشاء السلام و اطعام الطعام. سلام آشکارا گفتند یعنی با صدای بلند السلام علیکم، و دویم طعام دادن. اینها بهترین عملهای اسلام هستند. و در مولود دادن طعام است و از همه رکنهای خیلی مهمه که حتی پیغمبر گفتند 4 چیز جهاد در راه خداست که دوی این چی است؟ الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. امر معروف و نهی منکر اینها جهاد هستند که در مولود
این دو امر چی می شود؟ اجرا می شود. این چی جای غلطش است؟ این جای غلط نداره. لیکن توی کردن ما و شما اگر خالی از عرق نوشی باشد، خالی از رقص و بازی باشد، انشاءالله اون شم هیچی زلالی ندارد. لیکن وقتی ما و شما مثال یک توده خواهر و اپا و بیگانه ها را جمع میکنیم و با اون مردهایی که مست هستند و دستها را تاو میتند، در گردن زنی تو میزند، در گردن خواهری تو میزند، این صورت مردن توار مردک بهتر است. مردن بهتر است. وقتی زنی تو و خواهری تو با یک مرد مست الست رقص میکند و تو چشمهات کشاده و تماشا داری، این مردی نیست، این ایمانداری، این دیوسی است، اینش ناجایز. لیکن اگر با همین یک موسیقی اگر انجام بیابد خالی از حرام کرده های دیگر خدا باشد، با که ندارد مرحمت. السلام علیکم داملای عزیز، من مخلص شما هستم و از شما خواهش دارم به سوال من با پررگی جواب گویید. آیا با خانه حرام قسم خوردن به نکاح یگان ضرر دارد؟ البته. کسی میگوید که خانم حرام که من همین کار نکردم، در اصل کرد است، خانهش حرام می شود. این قسم قد شما هیچ وقت قسم نخورین که اینم یکی از واقع شدن طلاق ها هست. وقتی شما اگر قسم خوردین در حال من به شما یک سوال دارم. من در کتاب وصیت‌نامه پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم خواندم که دوست داشته ترین بنده خدا بنده است که این دعا را میخواند: ربی اینی ظلمت نفسی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. میخواستم این را پرتر بر من میفهموندید. با احترام یکی از مخلصان اشهدی، شما استاد عزیز. یعنی این دعای هست که معناش چنین است که پروردگارا من بر نفس خودم ظلم کردم و به جز ذات تو دیگر هیچ کس گناه مرا بخشیدن نمیتواند. خدای گناه مرا ببخش. این بهترین دعاست. اگر کدام ما و شما خداوند میگوید من دعا را دوست میدارم، وقتی همین بنده دستش پهن میکند من دوست میدارم که دعای او را قبول بسازم. از این خاطر وقتی ما پهن میکنیم دعا را میگیم پروردگارا ما امروزها هر یک ثانیه و هر یک دقیقه ما با گناه سپری شده ایستاده است. خدایا با صفت ستاری و غفاری خودت گناههای ما را مغفرت بساز. هم دعای ما و شما را خدا قبول میسازد و هم ما البته بنده دوست داشته ترین به سوی خدا میگردیم. خوش به حال آن کسی که از گناهاش پشیمان می شود و به سوی خدا زاره و تولا میکند، نه مثل بعضی همون کلان سالای ما و شما که 10 ساله و 20 ساله پیش بعد ورق میزنن ای راحت داشتیم ده، ای استراحت داشتیم ده. بعد استراحت چه میفهمی که مثال یا عرق نوشی بود، یا که مثال زیناکاری بود، یا یگان کار دیگر بود. این استراحتش، این راحتش. این معیشت نه، این بلکه معصیت است. برای اینها باید که آبی چشم کند در کار، افتخار نه. السلام علیکم داملای عزیز، درود و رحمت بر جان شما. اولا کسیته های مگنیتوفونی رو از کجا دسترس کنیم؟ سراغش کجاست؟ سراغش برادر ما جمشید نزد ما نشستگی هست. یعنی در دست همین کس تمام این کسیته های جمعه ما ضبط، یعنی بگیم ثبت می شود. و خداوند در امر و جان این برادر جمشید و برادرمان ایرج، فرزندی سردار بازار کلان، یعنی در همین کار بسیار یک سهم کلان گذاشتند. در همین مسجد هم دست یاری دراز کردگند. خدا اولا اینها را هم عمر دراز و تن صحت دهد. از اینها شما میتونید که این کسیته را دسترس کنید. دویم ابو جهل آیا ابو لهب است؟ ابو جهل این ابو لهب نیست. ابو جهل هم مثل ابو لهب
کسی بود که فقط و فقط در آزار پیغمبری خدا بودند. عبدالرحمن ابن عوف که یکی از صحابه مشهور است میگه من در صف جنگ بودم، در جنگ بدر، و نگاه کردم در پهلوم دو جوان بود، دو جوانی بسیار میگه سن و سالشان یک خرد بود و از مردم مدینه بودند و به سوی من مراجعت کردند که ای عبدالرحمن، ای عمک جان، با همین لفظ میگه مراجعت کرد، ای عمک جان آیا ابو جهل را میشناسی؟ عبدالرحمن میگوید که البته من میشناختم ابو جهل کی بود، زیرا ما همراه او در مکه مکرمه یک جا زندگی میکردیم. گفتم بله میشناسم. گفتم برای ما نشان نمیدهی؟ گفتم مطلب شما چیست؟ گفتن ما آگاه شدیم که این ابو جهل پیغمبر خدا را، محمد را بسیار آزار میدهد. قسم به آن ذاتی که جان من و جان این برادرم در دست اوست، اگر ما با ابو جهل رو پرو شویم تا زمان از پیش او پس نمیگردیم که یا کشته شود یا کشته میشویم. با این مطلب به این میدان جنگ آمدیم. حضرت عبدالرحمن میگوید من در حیرت ماندم که اینقدر جوانهای خرد و با غیرت با یک ابولهبی که خیلی جسد کلان داشت و با او هجوم کردن هر کس قدرت و غیرت نداشت، برای خودش بسیار میگه محافظت میکرد در جنگ. نگاه کردم میگه که این دو جوان میگه وقتی نشان دادم که وای بالای اسب سوار است، انا همون ابو جهل است، میگه نگاه کردم که میدویدن به سوی همون. برای ثواب از جان جوانی خود چکار کردن؟ گذشتن برای خاطر اسلام، برای خاطر همین اسلامی که الحال ما و شما با اندک مال با همون مردم یهود میفروشیمش، همون جوان حکا میگه با همین کاردها در دست میگه به سوی همون ابو جهل میدویدن. دوید میگه یکی از اونها این معاذ ابن عمر ابن الجموح بود. میگه وقتی میگه رو پرو شدم نگاه کردم که رو پرو هجوم کردن با ابو جهل هیچ شرایط نداشت، از این خاطر میگه در پای ابو جهل میگه با همون کارد زدم. برابر زدن میگه که این ابو جهل میگه اون بدبخت میگه از بالای اسب میگه در زمین زد و این داده رو میگه یک مقدار دیگه میگه زخمیش کرد که تا حال نمرده بود، تا حال نمرده بود، لیکن قدرت داشت میگه و بالای همون زمین دور میگشت. و فرزند ابو جهل اکرمه نام داشت، در پهلوی میگه ابو جهل بود. این معاذ ابن عمر میگوید من از او فراموش کردم و این فرزندش میگه کارد برداشت و به دست راست من زد که دست راست من تماما از همون موضع اساسیش میگه جدا شد. همین زمان بود میگه که نگاه کردیم عبدالله ابن مسعود که خیلی غیرت داشت میگه آمد میگه بالای سر ابو جهل قرار گرفت و ابو جهل میگه به هلاکت رساند. یعنی این ابو جهل این ابو لهب نیست، بلکه این شما یک دشمن سرسخت پیغمبر ما و شما بودند. الحمدلله امروز همش در همون اسفل السافلین در پسترین دوزخ خداوند از روی وعده قرآن عذاب دارند. السلام علیکم آقای حاجی، میبخشید سوالی دارم. من ماشین خریدم، میگویند که پیش از ماشین رو خریدن باید زکاتش را بدهی. اگر من زکات ماشین را ندهم چی میشود؟ این ماشین زکات ندارد. مثال کسی که ماشین میخرد معنای او را ندارد که ماشین زکات داشته باشد، بلکه آدمی که با دولت باشد یعنی $800 داشته باشد به حساب حاضره. اگر همین $800 یک سال تغییر نیابد، $800 بماند یا $800 زیاد شود، در گردن این آدم فرض می شود که چکار کند؟ از $800 $16 جدا میکند، در دست یگان آدم مستحق فقیر برده میدهد، این ده ثواب میگیرد. لیکن به خریدن ماشین این چی است؟ در گردن ما و شما زکات واجب نمی شود. سلام بابای حاجی، سوال میگویند که با دختر سر منزل رفتن ممکن نیست. من صاحب 7 دختر می باشم، خداوند به من فرزند پسر عطا نمی کند. در این حالت من از دنیا می گذرم. فرزندان من باید بدانند که سر گور پدرشان در کجا هست. آیا در این حالت دختران من نمی توانند که یکی از آنها سر گور پدرشان را بینند یا نه؟ یعنی این برادرمان فقط صاحب دختر بوده است
و خواهش شمیم دست که دخترهاش بالای منزل پدرشان رفته در حق پدرشان دعا کنند. سر منزل رفتن با حدیث پیغمبر خدا چی برای مرد چی برای زن جایز است، چی برای زن و چی برای مرد جایز است. این حدیث پیغمبر خداست. لیکن فقط با همون لباس‌هایی که خداوند در قرآن فرمایش داده است برای زنها، انا همون لباس اگر در بدن اونها باشد، یعنی سطر اسلامی داشته باشند، میتونن که رفته سر گوری پدر خدا زیارت کنند. لیکن امروز فکر میکنم حاجت به اینم نیست. اگر همون دختری که در ما و شماست از جانب خانه با قدر همون ذره‌ای که دارد اگر خیر احسان میکند یا قرآن میخواند یا دعا کند در حق پدر ببخشد، انشاءالله خدا قبولش میکنه. اینش بهترین صورت است از اونی که مثال بالای قبرستان همون زنها رفته دعا و درود میکنن. اگر چنده که در فتوا رفتن زن با طریق سطر اسلامی جایز است. السلام علیکم داملای شیرین سخن. نمازهای سنت 4 رکعت باشد، همه آنها به سوره می آیند. البته همین 4 رکعت نمازهایی که سنت هستند هر 4ش به سوره هست، فقط 4 رکعت فرض 2تاش به سوره و 2تاش به سوره است. اگر شما سنت هر 4ش در یکی از اینها اگر زمی سوره نکنین، نماز شما فاسد است، از سر بخونید نماز. نمازهای سنت به سوره نمی شود.